السلام علیکم بیننده های عزیز، سلام میرسانیم به شمایان. من امروز در این روز خورسندی در این از همه گرمترین آب و هوای سال که در جمهوری ما است، در یکی از آن استراحتگاه های سلقین و سایه در استراحتگاه الفتلر ما مهمان هستیم. امروز مادر مهربان را، مادر عزیز و غمخوار را از نام فرزندان، از نام خواهران تبریک کرده آن لحظه ها را میخواهیم پیشکش شما کنیم. امروز البته نرگس آیتی جشن میلاد دارند، همراه شما میخواهیم آن بزم برفته مهمان شویم و بهر شمایان پیشکش کنیم. مانند همیشگی با ما باشد با شبکه شهنان کندی رفتیم. پیش از همه سلام علیکم میگیم به حاضران طرفخانه الفتلر. من امروز در این بسیار هم یک شامین نکو مادر مهربان امروز زادروز دارند. ما جماعی شهنان خواستیم امروز مادر جانی عزیز را زادروز را تبریک گوییم. در گزایتی مرحمت از این طرف گذارید. مادر جانی عزیز زادروزتان مبارک، مولود خجسته را صمیمانه مبارک باد میگویم. امروز چی فکر میکنیم؟ سال گذشته در همین وقت و دقیقه ها که جشن داشتیم تبریک کردیم از نام امکجانی عزیز. امروز چی از نامی که تبریک میکرده باشیم؟ البته از نام فرزندان عزیز و اصیل، از نام جگربندان و نزدیکان، از نام خواهرکان نازنین که از مسافرت از دولت برادری تاجیکستان آمدند شما را تبریک میکنیم. از نام دختر نازنینتان که در روسیه هستند، از نام مفتون آیتی، از نام آیله‌شان، از نام مهراج، زلفی آیتی، سبین آیتی، از نام خواهران تحمین آیتی و معی آیتی شما را تبریک میگویم. زادروزتان مبارک. همراهی امکجانی عزیز شهرت عمری دراز، صحت سلامتی، حضور و حلاوت فرزندان را دیده گشتن نصیب کند. خدا کند که بهر امروزه فرزند عزیز مهراج جان یک کلیپاسوی ناز آورده، در سر آنها سایبان شده، نبیره های زیاد را دیده گردید و هیچ وقت همی غم را نبینید. امروزه مولود را صمیمانه مبارکباد میگوییم. بگذار در دل چه آرزوهای نکو داشته باشد عملی گردد. امروز فرزندان عزیز گفتند که برای مادر مهربانم رسانید که چه گل هستند، چون یک گل ریحان و بوی بهشت خاندان ما هستند. برایشان رسانید نوبهاری گلفشانی دلکشایم مادرم، قوتی جان و دل و عقل رسایم مادرم. منزل لطفی به کناری تو رسیدم بر کمال، برق فکری روشنی ای دیده هایم مادرم. الله‌های فارم و پند و نصیحت های تو شد سرودی زندگی ای با بقایم مادرم. بر سرت بیشکفته گلهای سفید آرزو باعثی اوجی من و نشع و نمایم مادرم. مادر عزیز بگذار مانند امروز فقط در اطرافتان دوستان و نزدیکان همیشه باشند. حاضر تا درآمد من در اینجا دخترکان پسرتان گفتم که مادرم و مادر جانشان رو فدا میکردگی. ما در خاطر ما هست هم خیر خوردکک بودیم، اگر بیمار شویم ناگه کسل شویم، اگر شب را بسو پیوست کرده در سر بالین و در سر جاگه ما می نشستن، هیچ وقت خواب نمی کردن که فرزند عزیز من بیمار شده است. میخواستند که ما هیچ وقت بیمار نشویم. از همه آفت و کلفت ها در پناهشان نگاه می‌داشتند. چقدر مادر ذات بزرگ است و همه دنیا را به مادر تصور کردن نمیتونم. هیچ وقت از صف دوستانشان کم نشوند و پدرم که عمر دراز نصیب کند. میخواستم که حاضرین سخنهای مهراجان میخواستم که خودشان برای یک کلیم پاشه نغز انتخاب کنند. چقدر که پدرم که عائله خوشبخترین برپا کردگی، الان که عائله خوشبخت منم نصیب کند. من میفخرم، فخر دارم که فرزند این خیل عائله هستم. فخر دارم که در سرم پدر مادرم دعاگوی ما هستند. هیچ وقت خستگی رو دمی بیماری رو نبینند. در خوردی که ما چقدر که خطاگی کردیم یا که چقدر که زیخ کردیم مادرم ما را ببخشند و میدانیم که مادر هیچ وقت در دلشان غم ندارند و هیچ وقت در دلشان کینه را نمیدارند. امروز زادروزتان مبارک. حاضر یک کتابی از همه قیمت‌بها از نام فرزندانتان، کتابی قرآن، یک همه ما قرصه که زیبا میزنیم میسپاریم. مرحمت. مبارک باشید. زادروز مبارک.
حاضر نرگزایتی من در اینجا تحمینایتی مایایتی حضور دارند گفتند که ما که در دیگر دولت خارجی زندگی میکنیم هر بار اگر از تلفن طریق چهرهشان را بینیم اگر هلاکی ها میبراید چخیلی که برای ما مصلحت چی دوگانه بهترین دوست عزیز هر یک کاروان را با هم دیگر مصلحت که میگردیم امروز زادروزشان هست همون شیراتان خانید میارزد دو دیده غمگسار دارد خواهر بوی وطن و دیار دارد خواهر چشمش پری آب است و دیداری گسل صبح است که صد بهار دارد خواهر تسکینی دلی امیدوارم خواهر خواهری نازنینم امروز زادروزتان مبارک و البته در اینجا با یک تحفه زیبا دارند عکسای جوانی شما حاضرم جوان هستید عکسای خاطرمان شما مرحمت میسپاره مبارک باشد زادروز مبارک به موی تو قسم تویی دلیل زنده بودنم امروز که روزی خرسندی است حاضر من خواهران تیار هستند که من از خود دوشنبه برای تبریک کردن خواهرم آمدم از خود دولت برادری تاجیکستان آمدم خواهرم تبریک میکنم 4 قطار شعرش هم میخوانم مایلش گفتن اول اجازه پرسیم گفتم که مایلش هم قطار خوانیدم مایلش می ارزن خواهری نازنین سخن تبریکاتی رو میشنویم مرحمت سالا شاید چی آورده آواز کنه دوازده آواز کنه چی نیاز داره نیاز تا برسه و تبریک میکنه اینجا سالا شاید رحمت مرحمت سلام علیکم مهمانان و میزبانان گرامی و از نام خودم و از نام اهل عائله‌ام تبریک میگم عمر دراز وقت سفید همه وقت میخوام که همین اقای من کوچوی من 100 ساله شوم پس از اون پیر شوم در سر فرزندانش صبح سلامت گردن 100 بدل اقاجوی من رحمت مبارک باشد سبیناکی تبریک میکنیم در بیره ها می بیراد جان چی؟ نه تبریک کنیم کنی؟ بیا اینجا ایانشان است قوتی دلشتایانه مادر جان با امروز زادروزشان است نیتهای نغز برسانیم مرحبا Assalomu alaykum avvalambor mana endi zamonamda iloyim sadadura dodom muddati to akhir az zindagida iloyim sadadura امروز دیدم که درجه بیجان و صد داره الهی و کلام صد داره تا اخیر و زندگی ما جان با بجان و نظره صد داره من روشی کلام کردته من به اختا کمیچه که ناویختم خدا خواهد طیبه تیاری ریش زادروز مبارک مرحمت خواهر شما تبریک کنید خیلی کشته بابای کسبه نمی اونا جان صد دازره بختی مدرسان سلامت کرده رحمت اکنون ما میبینیم که در اینجا یک شیرینی زیبا یک تا یانشون ما نزدیکتر بیاریم تارتها را یک جای آن را بریم از آن تناول کنیم بعد از آن رقص و بازی خرسندی را دوام میکنیم مرحبا یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم مرحبا مبارک باشد البته کارها را هر دیوتان میداریم نیت کرده شامهایش را خاموش میکنیم بعد از آن امروز بزم زیبا را دوام میکنیم مرحبا مبارک باشد زادروز مبارک
باشد. مبارک. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. مبارک باشد. اکنون حتی شیرینی از دوره میگیریم. انم جب دوره خورد دکک کنده دوره آیل یک جایه. امروز بزم زیبا را با رقص های زیبا دوام میکنیم. مرحمت سرود های شوق و رقصی برای شمایان همجای میرقصیم. مرحمت دوان بپیشه ناله کنم نمیشه خندان خودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا کاشکی دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یا که بینم رهای اشکم تو هودی سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ناله کنم نمیشه هندان بودم همیشه دردگی دل آزاره دوان دوان بپیشه ناله کنم نمیشه هندان بودم همیشه چکی چکی بالا نبین شتر شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی کو یار بیا نیومدی بی تو شب من تاریکه با من باشه عشقم دنیا را منتیکه به یاد تو هر شب آسوب می نویسم جای تو قلبم
خالی عزیزم جیگر من سر من میشب و بیا و سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من جیگر من سر من میشب و بیا و سوی من دنیای من دلبر من مهتاب خوشگل شبای من بله خوشیدم گل شبای من بله بله مبارک باشد من بیننده های عزیز گواهی آن گشتیم که امروز بزم زیبایی ما با یک درجه زیبا با آخر رسید. ما در یکی از آن جایهای بهوا و استراحتی در طربخانه گوییم، جای استراحتی گوییم خطا نمیکنیم، در جای استراحتی الفتلر هستیم. امروز مادر مهربان نرگس آیتی را تبریک کردیم، آن لحظه های خرسندی را پیشکش شما کردیم و برای شما توصیه میکنیم در این خیلی روزهای گرم و بهوا آمده در این خیلی جایهای سلقین دم گرفته استراحت کردنتان ممکن است. برای شما توصیه میکنیم بسیار هم جای زیبا، جای بهوا، فارم و سلقین و البته آن نفرانی که شما را پیشواز میگیرند با یک چهره گشاد، انسان‌های صمیمی. برای ماموریت الفتلر تشکر میرسانیم که ما را با یک درجه اعلی پیشواز گرفتن و برای شما توصیه میکنیم مانند هر روز و هر وقت با ما باشید. با شبکه شهنان این بنظم امروزه را با آخر رساندیم. صحتمند و سربلند باشید.
امیدم حیاتم توی ای مادری جان مادرم قلبم صدایم نوایم توی ای مادری جان مادرم شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم گشتی پریشان افتان و خیزان از رنج دنیا از بحر مایان بر جسم و جانم پروا نکردی از جبر دنیا دوا نکردی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم مادرم جان مادرم ای مهربانم مادرم با سرنوازی پرورد ما را بحر جهان آرازی ما را بی تو جهانم معنا ندارد عمر جوانم موا ندارد شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی شیرین زبانی درمان جانی تنها برایم تو مهربانی مادرم جان مادرم شیرین زبانم مادرم